اولین نشانه دل مرده این بیکار شدن تمام حسیات انسان است. بنده مؤمن هر چیزی که نظر میکند به چشم عبرت نگاه میکند، اما انسان مرده دل یگان چیز را دیده نمیتواند و سخن حق را شنیده نمیتواند، حقیقت را دیده نمیتواند و یا حقیقت را گفته نمیتواند. حقیقت برایش باطل میتابد، سخنهایش همه باطل میشوند. و الله پناه دهد چنانه که در آیه مبارکه میگوید: قل ارائیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یأتیکم به. یعنی خداوند میفرماید بگو اگر خداوند چشمان شما را گیرد، گوشهای شما را بگیرد و بر قلبهای شما مهر بزند، بجز الله تعالی باز کی میتواند آنها را برایتان برگرداند؟ و معنای گرفتن الله چشم را گرفتن و گوش را گرفتن در این آیت کریمه معنای آن را ندارد که انسان کور و کر می شود، بلکه کور و کر از دیدن حقیقت می شود. و هر آن چیزی که در این دنیا هست بنده مؤمن انسان زنده دل به چشم عبرت نگاه می کند و به گوش عبرت می شنود، اما انسان مرده دل آن را دیده نمی تواند، توان دیدن حقیقت ندارد. ظلم برایش عدالت می تابد و عدالت برایش ظلم می تابد.